سلام. خانم ربکا لوسی تیلور یکی از خواننده‌های مشهور بریتانیایی همین اخیراً توی روزنامه گاردین راجع به این موضوع صحبت کرده. با توجه به موفقیت‌های خیلی زیادی که خیلی سر و صدا کرده توی این برهه، اومده راجع به عزت نفس و اعتماد به نفس صحبت کرده و از در واقع خودش صحبت کرده. موضوع صحبتش هم در مورد عزت نفس بوده و خیلی هم سر و صدا کرده. مسئله اینجاست که ایشون با توجه به موفقیت‌های فراوانی که به دست آورده توی این روزنامه گفته من هنوز احساس پوچی دارم و احساس ناکافی بودن دارم و حال درونی من با خودم خوب نیست، با توجه به اینکه خیلی آدم موفقی ام از بیرون و اعتماد به نفس کافی برای رسیدن به موفقیت رو به دست آوردم و دارم، ولی الان احساس ناکافی بودن و احساس راحت نبودن با خودم رو دارم. میخوام چه بگم؟ اینه که اگر شما به مدارج و موفقیت‌های بالایی توی زندگیتون برسید ولی حال درونیتون با خودتون خوب نباشه، عزت نفستون تقویت نشده باشه، شما مورد هدف قرار میگیری و عزت نفست مورد هدف قرار میگیره و توی بهترین شرایطی که هر کسی آرزوش رو داره طرف احساس پوچی و ناکفایتی میکنه و اونجایی که میبینید که پولدارهای زیادی و آدمهای مشهور زیادی و افرادی که به در واقع تحصیلات خیلی بالا رسیدن، به ثروت فراوان رسیدن، خودکشی های زیادی رو شاهد هستیم که دارن خودشون رو از بین میبرن با توجه به در واقع پول و ثروت و جای خوب، زندگی در جای خوب و در واقع همه فکر میکنن که اگر هر کسی پول زیاد داشته باشه و ثروت زیاد داشته باشه پس باید آدم خیلی خوشحالی هم باشه، در صورتی که عزت نفس داشتن معانی و لایه‌های مختلفی داره که ما از بچگی این عزت نفس رو باید در بچه‌هامون تقویت کنیم و فرد با عزت نفس و در نهایتش با اعتماد به نفس فردیه که در هر برهه از زندگیش با هر دستاوردی و با هر مدل زندگی این آدم یک خوشحالی عمیق درونی رو با خودش حمل میکنه و در واقع یه عزت نفس معنوی داره و تعریف ما از عزت نفس معنوی این هستش که فردی که عزت نفس معنوی داره خودش رو یک منبع کوچیک از یک جهان بزرگ میبینه و در واقع همون مثال همیشگی که ما میزنیم که ما قطره‌ای از دریا هستیم، این فرد خودش رو در واقع اونجا احساس میکنه، نه فقط در حد کلام. و کسی که عزت نفس اجتماعی داره رفتار درست با خودش داره و رفتار درست با آدم‌های اطرافش و کسی که عزت نفس رفتاری داره این آدم از حق خودش در جامعه دفاع میکنه، میتونه از حق افراد دیگه هم دفاع کنه، به راحتی نمیگه، بدون احساس گناه اگر بدون عزت نفسش نشونه گرفته میشه. و آدمی که عزت نفس بالا داره آدمیه که در واقع میشه روش یه حساب ویژه باز کرد، چون این آدم توی خلوت خودش، در تنهایی خودش رو تقویت کرده و زمانی که با شکست ها مواجه میشه، با مشکلات زندگی مواجه میشه، با اتفاقات منفی زندگیش مواجه میشه، میگرده دنبال اون چیزی که خودش رو التیام بده و خودش رو شاد نگه داره. این مهمترین مؤلفه فردیه که عزت نفس بالا داره. شادی کاذب نه بچه‌ها، شادی که این فرد تجربه میکنه یک شادی و یک حال درونی آرامی هستش که خودش رو جزو اون منبع نوری میبینه که در واقع خودش هست و خودش رو اولویت اصلی زندگی خودش قرار میده و بعد از اون در واقع تصمیماتی میگیره که با چه افرادی مراوده داشته باشه، در کنار چه افرادی باشه که انرژی اونها رو بتونه بگیره و باهاشون در واقع
حال خوبی رو تجربه کنه. و این جور آدم‌ها، کسایی که عزت نفس بالا دارن، خیلی انرژی خودشون رو مدیریت میکنن و آنالیز میکنن آدم‌ها رو و زمان شاید دستاوردهای در واقع در آینده به دستاوردهای خیلی خوبی هم میرسن. پس عزت نفس از چند لایه شخصیتی ما میتونه عبور کنه و ما باید این عزت نفس رو در خودمون تقویت کنیم. اول صحبتام گفتم این فرد یک آدم خیلی موفق و خیلی ثروتمنده، ولی چرا الان اومده راجع به این موضوع صحبت کرده که دیگه نمیخواد خود سانسوری کنه، نمیخواد بگه من آدم همیشه خوشحالی هستم، نمیخواد بگه که من در واقع با توجه به ثروت زیاد الان زندگی خیلی خوبی دارم. اومده گفته من الان با تمام اینها هنوز حالم با خودم خوب نیست، هنوز به اون عزت نفسی که نیاز دارم نرسیدم و نمیخوام سانسور کنم، میخوام خیلی راحت صحبت کنم راجبش و میخوام همه انسان ها، همه آدم ها بدونن که اگر حتی به این مرحله از زندگی هم برسی، اگر توی پایین ترین سطح، حالا از لحاظ مالی یا چه از لحاظ اجتماعی، حالت با خودت خوب نباشه، در بالاترین سطح هم نمیتونی پیداش کنی. پس از پایین ترین سطح باید شروع کنیم به ساختن عزت نفسمون. و اگر شما آدمی هستی که همیشه خود سرزنشگری داری، همیشه خودت رو مورد قضاوت قرار میدی، همیشه حالت با خودت خوب نیست، پس تو آدمی هستی که عزت نفس پایینی داری، حتی اگر درآمد خوبی داری. آدم‌های با عزت نفس بالا آدم‌هایی هستند که میشه در واقع در کنارشون رشد کرد و میشه این آدم‌ها رو با فرکانس‌های بالا دید. پس کسی که خودش رو دوست داره در واقع یه جورایی به یک معنویت روحی رسیده و یه جورایی به اون در لحظه زندگی کردن رسیده که میدونه باید در حال خودش، در زمان حال خودش چه چیزی رو تجربه کنه و میدونه برای آینده خودش چجوری میتونه برنامه‌ریزی کنه که اون اتفاقی که دلش میخواد براش بیفته. و در نهایت عزت نفس، خب قطعا آدم با عزت نفس با اعتماد به نفس هم هست و به توانایی‌های خودش باور داره و اگر هم بدونه که در یک کاری اون مهارت لازم رو برای رسیدن به اون چیزی که میخواد نداره، اون مهارت رو در خودش تقویت میکنه بدون اینکه خودش رو سرزنش کنه. مرسی که لایک و سابسکرایب میکنید. مراقب خودتون باشید.